ماهی 370 میلیون تومان از تفاله قهوه شده عضو جدایی ناپذیر از زندگی هممون. ولی چه بلایی سر تفاله‌هاش میاد و چجوری میشه از این تفاله‌ها پول در آورد؟ بریم ببینیم. الان تو همه کافه‌ها تو زیر سیگاریاشون تفاله قهوه است. به عنوان کودم استفاده میشه. ولی میدونستی توی تولید عینک و لیوان هم دارن ازش استفاده میکنن؟ سال 2016 یه فرد خلاق توی شرکت آلمانی به نام اوکیس کافی با ضایعات قهوه شروع به تولید عینک کرد. قبلتر هم یه زوج خلاق تو سال 2013 شروع به ساخت لیوان با تفاله‌های قهوه کردن و یه شرکت بزرگ رو تو دانمارک به نام ویستد راه انداختن. جالبه بدونید که یه گروه استخدام کردن تا تفاله‌های قهوه رو از سطح شهر با دوچرخه جمع کنه. خلاقیت توی این حوزه خیلی زیاده. حالا بریم راجع به تولید و فروشش با هم صحبت کنیم. اینکه چجوری تولیدش کنی، چجوری بفروشیش، یه مقاله کامل برات درست کردم گذاشتم تو سایت. کلمه قهوه رو کامنت کن برات ارسالش کنم. مخلص.